که اعتکاف تنها در مسجد شیشته می شود یا اینکه در هر جا می شود؟ مثال ما در مسجد اجازت نمیتیند که در مسجد اعتکاف نشینیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. کیست ظالم تر از آن شخصی که از مسجدها مردم منع میکند؟ این یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این یک شعائر اسلام است. اعتکاف این فایده های عظیم دارد. اصلا هر امری که شریعت امر میکند فایده عظیم دارد. بنابراین اونایی که از مسجد مردم منع میکنه الله تعالی بترسن اعتکاف منع نکنن. یگان امر در هر چیزی که در زمان رسول الله مسجد فقط برای نماز نیست. مسجد برای نماز است، برای قرائت قرآن است، برای تعلیم شریعت است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مسافرها، نماینده های دیگر دولت رو در مسجد پیشواز میگرفتن. شخصیت هایی که خانه نداشتن در مسجد خواب میکردن. حتی بیمارها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد خیمه زدن تا اینکه عیادتش برایشان آسان شد. یعنی بیمارخانه هم بود. از اونجا همه تعلیمات شریعت، مدرسه بود، یعنی گوییم قاضی خانه بود، جایی که مثلا مردم آمده درد و شکایت دادگاه بود. مسجد فقط برای نماز نیست. اکنون اگر کوتاه کرده جواب گوییم به آنهایی که عذر دارند، واقعا موافقی در بعضی دولت ها قانونا منع کردند اعتکاف نشستن، آنها چیکار کنند؟ یعنی البته در این حالت این که سنت است، به جای این دیگر عملهای در خانه شون مثلا، یا اگر امکانیت باشه در خانه یک نفر یا چند نفری جمع شده مثلا میتونن نماز جماعت تشکیل دهند. اگر تراویح باشه در مسجدشون فقط اعتکاف من باشد، دیگر شب را با دیگر عبادت ها گذرانند. بنابراین برادرای عزیز، مقصد بعضی سالها وقتی که شما امکانیت دارید اعتکاف شینید، شاید سال آینده همین فرصت ندارید، عذر دنیوی، عذر دینی، عذر مسافرت، عذرها زیاد از پیش راهتون میگیره، اعتکاف نشسته نمیتونه. کسی که امکانیت داره، این مثال بسیار برادرها به زیارت خانه الله تعالی رفتن، بگذار 10 شب در همون حرم اعتکاف شینه، در مسجد کعبه یا در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشینه، اعتکاف نشینه. این روزا غنیمت است. من خیلی که در سوال آمد دیگر برادرای شما اعتکاف نشسته نمیتونه، حتی نشانه خطر دارد، نامنویس میشد نامشون، فردا جوابگری دارد، خطر دارد به جان آنها، به حیات آنها نشینند اعتکاف اگر همین گونه باشد.